سلام علیکم بیننده گرامی، بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. دست بوسم قربان جناب استاد بزرگوار آقای رضایی، بفرمایید. آقای انصاری عزیز مختصم هستم. معذرتون عرض کنم که با این قاطعیتی که در مورد این مطالبی که من کنتم مولا فعلی المولا در مورد این بندگان خدا شما در مقابل جواب بر اومدید و خیلی تصریح داشتید و با صراحت لهجه میفرمودید که غرض از این که خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم اینطور بیان فرمودن این است که حضرت خواستن اینا بد آموزی نداشته باشد برای مردم که چون علی ابن ابی طالب دست پرورده خاتم الانبیا بود. این تقریبا یه دفاعی پیامبر از خودشون کردند و اینکه دیگه از اذهان هم پاک بشه که پیامبر در تربیت خوب صحیح کرده است و از این قبیل مطلب. میگم خب شما که با این قاطعیت این مطلب رو میگید، نه اون روز شما بودید نه ما اونجا بودیم، خطبه هم که مشخصه، از کجای خطبه استفاده میکنید که هدف رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از بیان این مطالب و این خطبه قدیریه این بوده است، در صورتی که اهداف رسول خدا مشخص است که این رو لااقل نفرموده که من برای این مطلب اینا رو میگم. بله. ببینید پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم میفرمایند که اوتیت جوامع الکلم، به من یعنی این به اصطلاح نعمت الهی داده شده که موضوع خیلی بزرگ رو در یک جمله کوتاه مختصر و مفید برای مردم ایراد میکنه. رسول الله صلی الله علیه و سلم طبق منهج قرآن کریم که الله سبحانه و تعالی نمیاد بگه که فلانی اینو گفت، ابو لهب اینو گفت، ابو جهل اینو گفت، فلانی این حرف رو زده، الذین قالوا، کسانی که گفتن، میاد یک جواب مختصر و مفید بهشون میده. رسول الله صلی الله علیه و سلم در اینجا خیلی ساده و بسیط فرمودن که من کنت مولاه فهذا علی مولاه، کسی که من مولای او هستم علی مولای او است. تموم شد. کسی که فهمید. عرب یک یعنی واقعا چیز جالبی که در زبان عربی است، همون بیابانگردی که هیچ درس هم نخونده، دانشگاه هم نرفته، در حدی از فصاحت و بلاغت هست که وقتی یک جمله کوتاه بهش بگه تا آخر مطلب میرسه که منظور چی است. رسول الله صلی الله علیه و سلم نیومدن کل حادثه رو در اونجا مطرح بکنن که آهای علی رفته بود و فلان کرده بودی، این شده بود و اون شده بود، شما این گفتید. مختصر و مفید. مثل این که در مدینه فرمودن که موقعی که سیدنا علی رضی الله تعالی عنه ناراحت شد از اینکه صحابه دارن میرن به جهاد و رسول الله صلی الله علیه و سلم ایشون رو جانشین خودش تعیین کرده در مدینه، خیلی مختصر گفتن یا علی انت منی به منزلت هارون من موسی، تو همون منزلتی رو پیش من داری که هارون برای موسی داشت. و در ادامه خیلی کوتاه میفرمان که نشه که فردا برداشت بد بکنن کسانی از این حدیث، گفتن فقط فرقش این است که بعد از من پیامبری نیست. آقای رضایی؟ بله. من مخواستم ببینم از زاره اجازه بدید ببینم کی صحبتتون به من اجازه بدید. همینطور که خودتون فرمودید جناب استاد، ماشاءالله اشاره زیبایی داشتید. من خوشحال شدم که به برکت این مجالست خدای متعال مطلبی رو به دهان شما گذاشت که دهان منم بازتر کرد برای صحبت با شما، که اینکه پیامبر فرمودن من جوامع الکرم را خداوند من عنایت کرده است. در این حدیثی که اخیراً اشاره کردید، هفته قبلم در جواب من به همین حدیث یا علی انت منی به منزلت هارون من موسی متوسل شدید و فرمودید این مسائل که من برای حضرت یونس مثال برای شما بزنم، گفتید آقا اصلا نیاز نیست، علی ابن ابی طالب مقاماتی دارد، شما این حرفا از جمله این که انت منی به منزلت هارون من موسی. حضرت استاد برای این که به این فضیلت علی ابن ابی طالب علیه السلام شما پی ببرید، آیا به قرآن در سوره صافات تا حالا مراجعه کردید؟ ببینید از آیه 122 چند تا آیه پشت سر هم خدای متعال
چه اوصافی را برای هارون و موسی بیان کرده است که اون وقت که پیامبر به علی ابن ابی طالب فرمود انت منی به منزلت هارون من موسی، نه این که علی ابن ابی طالب به نسبت هارون به موسی، نسبت علی ابن ابی طالب به مقام جانشینی محمد مقام جایگاه محمد صلی الله علیه و آله و سلم. و همین حدیثی هم که امشب با این بندگان خدا صحبت کردیم که من کنت مولا فهذا علی مولا، پیامبر مولای کیست؟ از اولین و آخرین مولای آدم ابوالبشر است، سایرا سرور بشریت است و چکیده خلقت. وقتی چنین جایگاهی رو برای او چیز میکنه پیامبر معرفی میکنن، این دیگه اینطوری نیست که شما فرمود خیلی ساده و کوتاه پیغمبر فرمود، مثل که مثلا نمیخوام آقای انصاری خدا شاهد من دوست ندارم خدای نکرده در مطالب من جای خدای کرده به شما بی احترامی بشه و سعیت بلیغ هم رو دارم بر این معنا، ولی مثل اینکه اینجوری بیان میفرمایید که یک بچه‌ای که از باباش یه بهونه میگیره یه شکلات میذاره دهنش که آرومش کنه، اینطوری نبوده است که خاتم الانبیا انت منی به منزلت هارون من موسی. خداوند متعال فرماد اینها هر دو پیامبر بودن، رسولا آتیناهم الکتاب المستبین. چه اوصافی را در سوره صافات. بعدم وقتی که خدای متعال میفرماید که سحره وقتی که در ایمان آوردن گفتن ما به خدا ایمان آوردیم، فرعون گفت خب به من ایمان آوردید، گفتن نه ما به خدای موسی ایمان آوردیم، گفت نه خب خدای موسی من هستم، من رب موسی، من اون رو بزرگش کردم تربیت. گفتن ما به خدای موسی و هارون ایمان آوردیم و در امت موسی تا کسی به رب هارون نمیگفت اصلا مؤمن موحد از این شناخته میشد. به کدوم خدا؟ خدای هارون. و در این امت هم برای این که منافق از مؤمن شناخته شود، کما اینکه در احد هم همین سنت بود، مؤمن از غیر مؤمن به توسط رب علی، اینی که ما در اذان میگید شما بدعت گذاری میکنید اشهد ان علی ولی الله، ما میگیم به استناد همین است که خدای متعال فرمود. اینها میفرماید وقتی که سحره خواستن برای حضرت موسی برای فرعون استدلال کنند، گفتن ما به خدای هارون ایمان آوردیم، دیگه هارون مضاف شد که حرفی نداشت بزند. حالا در مقام این مسائل شما چی میگید؟ اینم سوره صافات. باشه، تشکر میکنم آقای رضایی برادر عزیز و بزرگوار. خیلی کوتاه مختصر جوامع الکلم به شما جواب بدم. میفرمایید که انت منی به منزلت هارون من موسی، یعنی که هارون مقام و منزلت امامت و جانشینی موسی علیه السلام بهش داده شد، در حالی که هیچ اختلاف بین علما نیست که هارون در زمان حیات موسی علیه السلام از دنیا رفت و سلام نامه تمام. بفرمایید اگر مطلب دیگری هم دارید. از دنیا رفت، نگفت که هارون جانشین من است. آقای رضایی شما از این مطلب میخواید بیاید ثابت بکنید امامت سیدنا علی رضی الله تعالی عنه بعد از رسول الله صلی الله علیه وسلم. در اینجا بین هارون و موسی رسول الله صلی الله علیه وسلم در حدیث هم خیلی کوتاه مختصر اشاره کردن، فقط فرق این است که بعد از من پیامبری نیست. یعنی چی؟ یعنی ای علی تو یار من هستی، تو یاور من هستی، تو مددگار من در امور دعوت و نشر و پخش اسلام هستی، الله تو را دوست داره، رسول الله تو را دوست داره، تو هم الله و رسول رو دوست داری. مثل که در روز خیبر بهشون فرمودن فردا پرچم و دست کسی میدم که الله و رسولش رو دوست داره و الله و رسولش هم اونو دوست دارن. ببینید برای دلجویی سیدنا علی که اومد پیش رسول الله گفت که یا رسول الله همه دارن میرن به جهاد، من اینجا با زن و بچه ها بشینم تو مدینه، به خاطر اینکه قدر و مکانت حضرت علی رو نشون بدن بهشون فرمودن انت منی به منزلت هارون و موسی. حالا شما کل آیاتی که در مورد هارون و موسی است بیارید و بخواید که برای امامت حضرت علی استناد بکنید، برای شما جواب کوتاه مختصر ما این که هارون در زمان حیات موسی از دنیا رفت و هارون هر چقدر مقام و منزلتی هم اگر داشته باشه در زمان موسی علیه السلام پیامبر بود، امام نبود و بعد از موسی علیه السلام ایشون امامت و خلافت موسی رو به عهده نگرفت چون این فرصت بهشون داده نشد و از دنیا رفتن. تشکر میکنم آقای رضایی، ان شاءالله در هفته آینده باز در خدمت شما. جناب آقای انصاری بفرمایید. اجازه بدین خیلی مختصر در یک دقیقه خیلی مختصر. چشم. خود موسیمون الان ما که امت محمد صلی الله علیه و آله و سلم هستیم ان شاء الله، الان دید ما نسبت به حضرت موسی چیزی که از دنیا رفته است.
یعنی وقتی کسی از دنیا برود مقاماتش منفی می شود. بسم الله الرحمن الرحیم ولقد مننا علی موسی و هارون و نجیناهما و قومهما من الکرب العظیم و نصرناهما. هی جمع میگه جناب آقای انصاری، جمع هارون رو در کنار موسی قرآن جمعش اضافه کرده. بعدم میفرماد رسولا تا اینجا که میفرماد سلام علی موسی و هارون ان کذالک نجزی المحسنین انهما من عبادنا المؤمنین. در امت محمد کدوم یکی از صحابه چنین فضیلتی را دارد که خدای متعال بر ایمانش صحه بگذارد؟ تشکر میکنم آقای رضایی. تشکر. خیلی متشکرم. دست شما را بیبوسم استاد. الله متعال شفای عاجل نصیبتون بکنه. از بیمارستان اومدید که سالت خیلی متشکرم استاد. خیلی متشکرم. منم از شما تشکر میکنم که شما خیلی صبور هستید. انشاءالله خداوند شما را جزو صابرین قلمداد کند. آمین. تشکر از شما. خدا نگهدار. ما هر چه در مورد موسی علیه السلام بگیم که این مقاماتشون تا آخر از زمان وجود داره، هیچ کسی اینو انکار نکرده. مقام نبوت به موسی علیه السلام و به هارون علیه السلام تا روز قیامت وجود داره، اون فضیلتشون، اما فعلا پیامبر نیستن. زمان رسول الله صلی الله علیه وسلم پیامبر نبودن. اگر می بودن دیگر وجود خاتم الانبیا معنایی نداشت. والعیاذ بالله. بر صورت ما آقای رضایی و بقیه دوستان و آقا مهدی که به بچه‌هاشون این خزعبلات رو از شبکه ولایت یاد میدن، یک نکته رو در نظر بگیرید که دین این نیست که بر اساس هوا و هوس مکارم شیرازی یهودی زاده ولد الزنا یا بر اساس افکار قزوینی دروغگو بنا بشه. دین، مصدر دین قرآن کریم و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم است. فلان گفته، علان گفته، این گفته، اون گفته، دلایل از پیش خودمون دلایل لایت چسبک بتراشیم برای اون هوا و هوس خودمون، برای اون اعتقاد باطلی که داریم. ببینید نماز خوندن کار خوبیه. الله سبحانه و تعالی یعنی بر ما فرض کرده نماز خوندن را و ان الصلاة کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. نماز در وقت‌های معین بر مؤمنین فرض شده. یکی بیاد، آخوندی بیاد، مثلا مولایی بیاد بگه که من 5 وقت نمیخونم 10 وقت میخونم. خب شاید بر اساس منطق اینها 10 وقت نماز خوندن باید چیز خوبی باشه دیگه، چون بیشتر میخونه. اما نه، اینها عبادت‌های توقیفی است که بر اساس آنچه که الله سبحانه و تعالی نازل کرده و رسول الله صلی الله علیه و سلم نازل کردن و امر فرمودن، ما حق نداریم که کم و زیاد در اون بکنیم. زکات این مقدار، حج این طور، روزه از این وقت تا این وقت در این ماه. حالا یک کسی بیاد بگه منم ماه رمضان روزه میگیرم، من ماه محرم، میگیم نه، غلط میکنی، این کارو میکنی. به خاطر همین برای هر اعتقادی که برای خودتون تراشیدید برید از قرآن کریم، از سنت صحیح رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم دلیل بیارید. یعنی واقعا خنده داره که آقا مهدی این همه زحمت کشیده برای بچهش نوشته که جلوی تلفن بخونه که چون که عمر به علی تبریک گفت پس علی خلیفه بلافاصله پیامبر صلی الله علیه و آله. یعنی چه عقلیه، چه منطقیه. چرا بچهای خودتون رو فریب میدید؟ قو انفسکم و اهلیکم نارا. برهانید خودتون و اهلتون رو، فرزندانتون رو، همسرانتون رو از آتش جهنم. اگر این فرزندان تو آقا مهدی با این عقیده تربیت بکنی، با لعن و نفرین و با فوش و دشنام به صحابه و با امهات المؤمنین و با این عقیده باطل، تو و فرزندان جایگاهتون جهنم. از این حرف من رو به یاد داشته باش قبل از اینکه روزی برسه که یوم لا ینفع مال ولا بنون.